اون اربابانی که اونجا نشستن بدانند این ملت مسیر پیشرفت خودش را پیدا کرده است، به تبلیغات اونها توجهی نمی کند. بدانند تا فتح همه قله ها و کاخهای ستمگران عالم این ملت از پا نخواهد نشست. من به نظرم میرسد با بعضی از طراحی‌های تبلیغاتی دارن زمین چینی میکنند برای دخالت نظامی در بعضی از کشورها. من میخوام به اونها بگم بدانید الان 10 سال پیش و زمان رئیس جمهور سابق آمریکا نیست که با یک دغل‌بازی به نام 11 سپتامبر شرایطی رو فراهم کنید که به عراق و افغانستان تجاوز کنید. بدانید اگر بار دیگر در هر یک از کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه دخالت نظامی کنید، ملت‌های منطقه به پا خواهند خاست و گور سربازان شما را خواهند کند. بدانید اگر بخواهید با روش جدید، با فریبکاری جدید همان اهداف استعماری را دنبال کنید، ملت ایران و ملت‌های منطقه با مشت محکم تو دهن شما خواهند زد و همه آرزوهای استعماری شما را به گور خواهند فرستاد.